این غزل برای دنیای گذرایی که دوستانی که تمامی عمرشان رو خوش میگذرانند، بعضی آدمی است که غمگین میگذرانند. کسی باشیم نباشیم از این دنیا گذرا هستیم، لیکن در این دنیا همه تا وقتی بودم و باید شاد باشیم، قدر یکدیگر رو بدانیم، تاجیکستان خود را آباد سازیم، دوستی و برادری در تاجیکستان ما باشد، در تمام دنیا بگذار بدونن که تاجیک با تاج سر است. در تمام دنیا باید بدونن که ما تاجیک قدر خود را ندانیم، در تمام دنیا قدر ما را نمیدونن. همین سود برای دنیای گذرا. با دنیا گر نظر سازم، چی حسنی دل فشان دارد، به حسنی به بقای خود هزاران عاشقان دارد. نمیدانند که این دنیا فریب و خسته جان دارد، نمیدانند که این دنیا فریب و خسته جان دارد. گریبان گرفتم زند روزه به خاک آخر. از این دنیا وفا جستن ندارد سود ای نادان، کجا شد قوم و اجدادت همه رفتند گورستان. شه و درویش زیر خاک یه روزه می شوند پنهان، غنیمتان این دنیا ما بود تو قصد مهمان. ما همه یک روز نه یک روز یه می گردیم هلاک آخر. ما همه یک روز نه یک روز یه می گردیم هلاک آخر. ما همه یک روز نه یک روز یه می گردیم هلاک آخر. حیاتی آدم این آب است خواب است، همیشه آدمی در پیش توب است. بیدان هر لحظه ای عمرت غنیمت، مشو غافل که عمرت در حساب است. همان شخصی که ای دوستان جدا گشت، مثالی ماهی بیرون زیاب است. بعد آموزی مکن جا بله باید، کی مردی به ادب اندر عذاب است. بگی دستی یتیمان و فقیران، بگی دستی یتیمان و فقیران، کی بگرفتن غر دست ثواب است. بگیر دستی یتیمان و فقیران، کی بگرفتن غر دست ثواب است.